سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 مای تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در خورخ پیش روی اعتراضگران را با سلاح گرفتند. زد و خورد نو 4 ساعته در مرز تاجیکستان با افغانستان. داعش و طالبان ایران و تاجیکستان را آتش میدهند. سرلشکر ایران به دوشنبه آمد. نامه داد همسر ایشان جنید به پرزیدنت ما در کوچه ماندیم. کاتب کمیته زمین نویه باباجان غفوروف به گرفتن پاره عیبدار می شود. مرگ یک خواننده صنف 10 هنگام ماهیگیری در دریای وخش. صدمه در کوچه ظفر پایتخت، زن جان باخت، دختر در بیمارستان. و اکنون تفصیلات خبرها. از شهر خاروخ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان ویدیوهای به دست میرسند که در آن لحظه های با استفاده از سلاح و کوشش پراکنده کردن اعتراضگران ثبت شدند. در این ویدیوها صدای تیر به گوش میرسد. به گفته منابع پایگاه خبری بامداد از شهر خاروخ نزدیکی های شام 16 مای سال 2022 یک ازدحام بزرگ اعتراضگران از محله برخاروخ به سمت میدان اسماعیل سامانی به مرکز شهر را سپار شدند، ولی نیروهای امنیتی مسلح پیش روی آنها را گرفته با هدف پراکنده کردن ازدحام به هواتیر خالی کردند و نمیگذارند که آنها به مرکز شهر بروند. منابع رادیو آزادی درباره استفاده گاز اشکاور و تیرهای رزینی برای پراکنده کردن ازدحام و از تیرهای رزینی زخم برداشتن و به مرکز طبی آقاخان انتقال دادن دست کم 3 تظاهرگر خبر داد. تیرپرانی دوام دارد. اینترنت در شهر دست نوره شده است. گفته است همصحبت این نشریه از خاروخ مقامات حفظ حقوق بدخشان که پیش به ساکنان این ولایت هشدار دادند که هر نوع کوشش ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله میتینگ و راهپیمایی به طور شدید پیشگیری کرده خواهد شد. داستانی ولایت پرویز عارفزاده باشد یک روز قبل یکی از لیدرهای غیر رسمی منطقه محمد باقرов را در تشکیل این اعتراضها گناهکار کرد و گفت این عمل او بر اساس ماده تروریسم ارزیابی و جزا داده خواهد شد. یادآور میشویم نیمه دوم روز 14 مای تخمین ساعت 16 در محله برخاروخ گرد همایی یا سخود دایر شد که در آن دهها ساکن خاروخ و نویه‌های دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک کردند. منابع نزدیک به مقامات حفظ حقوق میگویند که در این گرد همایی حدود 200 نفر اشتراک کردند. ساکنان شماره اشتراکیان سخود در برخاروخ را به مراتب بیشتر رقم میزنند. بنا به اطلاع دریافتی منابع پایگاه خبری بامداد از شهر خاروخ اشتراکیان در این گرد همایی مسئله استعفای رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد، رئیس شهر خاروخ رضا نظرزاده، رئیس نویه شغنان جمعه جمعیف را در میان گذاشتند. گفته می شود اشتراکیان در عموم به مقامات 12 طلب گذاشتند که در برابر استعفای رهبران ولایت همچنین طلب‌های چون به جوابگری کشاندن قاتلان گلبدین زیابیکوف و دیگر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 از حبس آزاد کردن امرالدین علوشویف، چهارشنبهیف، منوچهر شیروف و دیگر افرادی که بعد حادثه‌های ماه نوامبر بازداشت شدند. برداشتن همه بلاک پست‌ها از خاروخ و قطع تعقیب ساکنان ولایت را در بر میگیرد. گرد هم آمدگان گفتند که اگر طلب‌های آنها نادیده گرفته شود دیگر باره به نمایش اعتراضی دست خواهند زد. پرویز عارفزاده پرокурور ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 15 مای در یک اظهارات شدیدالله که توسط تلویزیون بدخشان نشر شد گفت گرد همایی به گفته او غیر قانونی روز 14 مای را لیدر غیر رسمی برخاروخ محمد باقرov طبق مصلحت با رهبران اپوزیسیون محیدین کبیری و علیم شیرزمانوف با مقصد به هم زدن امنیت کشور تشکیل کرده است. عارفزاده گفت این عمل او بر اساس ماده 179 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون تروریسم ارزیابی شده و همچون تروریسم به آن واکنش خواهد شد. پرویز عارفزاده هشدار داد که ماده 179 برای تروریسم همچون جزا از 5 سال زندان تا حبس 1 عمری را پیش بینی میکند. پرокурور ولایت گفت در صورت دیگر باره به گرد همایی دست زدن باقر و طرفدارانش مقامات حفظ حقوق با آن همچون به عمل تروریستی واکنش شدید نشان خواهند داد. او از ساکنان خاروخ و نویه‌های اطراف آن طلب کرد که نسبت به تقدیر فرزندان خود
بی‌طرف نباشند و آنها را نگذارند که گمراه شده به عقیده‌های اعتراضی باقر و دیگر سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی همراه شوند. افزا در ولایت مختار کوهستان بدخشان روزهای آخر در پی اعلان پی همین حکم زندان چند ساکنان این ولایت دیگر باره رو به وخامت آورد. از جمله روز 29 اپریل امرالدین علوچوف یکی از لیدرهای غیر رسمی این منطقه به 18 سال زندان و روز 13 می ورزشگر شناخته زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارشنبه به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. چهارشنبه به دلیل یک سخنرانیش به طرفداری از اعتراضهای ماه نوامبر محکوم شد و علوچوف اساساً برای تشکیل اعتراض زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو در تاریخ 25 نوامبر سال 2021 ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند با آنکه بعد اعتراضهای ماه نوامبر دهها ساکن این منطقه را زندانی کردند، مقامات برخلاف وعده خود تا حال یگان نفر را با گمان دست داشتن در قتل گلبدین زیوبیکوف که سبب آن اعتراضها شد بازداشت کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محمد باقری روز 16 می با یک هیئت بلندپایه نظامی کشورش وارد پایتخت تاجیکستان شد. در فرودگاه دوشنبه سرلشکر باقری را معاون اول وزیر مدافع و سردار ستاد کل قوه‌های مسلح تاجیکستان جنرال امامعلی صابرزاده استقبال گرفته است. جانب تاجیکستان تا کنون سفر سرلشکر بلندپایه ایران را شرح نداده است، ولی رسانه‌های رسمی ایران نوشتند که محمد باقری در دوشنبه جریان اجرای توافقات حاصل شده در اولین نشست کمیسیه همکاری‌های نظامی ایران و تاجیکستان و همچنین راه‌های توسعه بیشتر همکاری‌های نظامی دو کشور بررسی می‌کند. در سال‌های آخر سرلشکر باقری بلندپایه‌ترین مقام عربی ایران است که از تاجیکستان بازدید می‌کند. روابط دوشنبه و تهران در سال‌های آخر مرحله پرتنش را پس سر می‌کند. دوشنبه جمهوری اسلامی را به آن ابدار می‌کند که با مخالفین اسلامی تاجیک پناهگاه داده آنها را سرمایه گذاری می‌کند. تاجیکستان به این دلیل حتی مانع به عضویت سازمان همکاری شانگهای پذیرفتن نامزدی ایران شد. مقامات ایران کمکشان به حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را رد کرده به نوبت خود از تاجیکستان طلب دارند که بیش از 2 میلیارد یوروی پنهان کرده میلیاردر ایرانی بابک زنجانی را برگرداند. زنجانی که در ایران برای فساد به قتل محکوم شده است در دادگاه گفت که سرمایه‌هایش را در تاجیکستان گذاشته است، ولی دوشنبه این را رد می‌کند. و اما سفر سردار ستاد کل ارتش ایران به دوشنبه در حالی است که در افغانستان کشور جنگ زده هم با ایران و هم با تاجیکستان هم مرز حرکت تندرو طالبان به قدرت رسیده در آن کشور جنگجویان حرکت تندرو داعش جو پیدا کردند. در پی ماه آگوست سال 2021 دوباره به قدرت در افغانستان دست یافتن طالبان تاجیکستان رژیم نو این گروه تندرو را نپذیرفت و با حمایت آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود به ضد رژیم نو طالبان می جنگد. طلب کرد که تا طالبان در حکومت خود به تاجیکای افغانستان جایگاه شایسته جدا کنند. طالبان این طلب را قبول نکردند. به این دلیل دوشنبه چند وقت باز تلاش دارد تا متفقان قبلی ائتلاف شمالی را به پشتیبانی از جبهه تحت رهبری احمد مسعود موئل کند، ولی تا حال به نتیجه روسیه از اول به قدرت رسیدن طالبان را همچون پیروزی آنها بر امریکا و غرب استقبال کرد و تلاش داشت که با حکمان نو افغانستان تماس برقرار کند. در به اطلاق جنگ اوکراین در ماندن روسیه این کشور را از هر نوع دغدغه دخالت در قضیه افغانستان دست کوتاه کرده است و چنین به نظر می رسد که تنها خواست مسکو حالا زبان یافتن با طالبان و در جریان جنگ اوکراین امین نگاه داشتن عقیبگاه خود از این سمت است. قرار معلوم در روسیه ترس دارند که برخی قدرت‌های دیگر می توانند از سمت افغانستان خط دوم جبهه کشوده برای روسیه خلل ایجاد کنند و از جمله مانع استفاده نیروهای پایگاه 201 که حالا یک بخش اعظمش را از تاجیکستان به اوکراین پرتافته است شوند. ایران نیز در آغاز نسبت به رژیم نو طالبان موقع حسن نیت را انتخاب کرد، چون که قبلا با آنکه شاهد خروج نیروهای امریکا و غرب از یک کشور همسایه شد خوشنود بود، ولی تهران سپس از برخی از شخصیت‌های ضد طالبان از جمله به والی سابق ایران اسماعیل خان در قلمروش پناه داد و به احمد مسعود هم امکان داد که با بهانه بازدید اهل خانواده‌اش زود به ایران رفت کند. همین طور ایران حتی
ملاقات روبروی وزیر خارجه طالبان امین خان متقی را در قلمروش با یکی از شخصیت‌های مخالف رژیم نو طالبان تشکیل کرد. با احتمال غالب در مذاکره‌های باقری در دوشنبه این موضوع مطرح خواهد شد. شبکه اطلاعاتی افغانستان اینترنشنال شام 15 مای سال 2022 با تکیه به منابع در شمال افغانستان درباره تیرپرانی‌های نو شدید در مرز افغانستان با تاجیکستان خبر داد. منابع محلی در شمال افغانستان میگویند مرزبانان تاجیکستان و نیروهای طالبان شنبه 14 مای در مرز مشترک در نزدیک شیرخان بندر به مدت 4 ساعت درگیر شدند. گفته می شود در خبر به گفته این منابع درگیری پس از تنش لفظی میان نیروهای طالبان با مرزبانان تاجیکستان روی داده. اول طالب‌ها تیراندازی کردند. می افزود افغانستان اینترنشنال شیرخان بندر در روبروی 5 پایان جایگیر شده است. این بزرگترین گذرگاه در مرز تاجیکستان با افغانستان به شمار می رود. تا کنون مقامات رسمی تاجیکستان و نمایندگان طالبان این خبر را شرح ندادند. این علاقه دومین تیرپرانی در مرز تاجیکستان و افغانستان در یک هفته آخر است. یادآور میشویم روز 7 مای از حدود ولسوالی خوجه غور ولایت تخار به طرف مرز تاجیکستان 7 موشک انداختند. گروه تندرو خراسان شاخه شرقی داعش مسئولیت آن موشکباران قلمرو تاجیکستان را بر دوش گرفت. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز 8 مای در یک اظهارات به قلمرو این کشور اصابت کردن گلوله‌های از خاک افغانستان انداخته شده را تصدیق کرد، ولی گفت این تیرهای بود که در جریان زدخورد بین قوه‌های طالبان و داعش در منطقه خوجه غور تصادفاً به حدود تاجیکستان گذشتند. ولی با این وجود دوشنبه گفت جزء تام‌های قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را به حالت آماده باشی پوره جنگی گذرانیده شدند. تاجیکستان با افغانستان 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد. این مرز قد دریای پنج و امودریا کشیده شده است و به دلیل ریلیف مرکب کوهستانیش مشکل حمایت دانسته می شود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. گلدسته سلیموف و همسر جنیدالله عمروف یا ایشان جنید، فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین و سردار سابق ریاست بازرسی حربی وزارت مدافع تاجیکستان که سال 2015 در جریان آشوب حاجی حلیم کشته شد، به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مراجعت کرده خواسته است تا برای برگرداندن حوله میراثیش واقع در دهه نیلکان جماعت راحتی نویه رودکی به آنها کمک کنند. گلدسته سلیموف میگوید او و فرزندان و نبیره‌هایش در عموم 8 نفر جای دیگری برای زندگی ندارند، ولی مقامات آنها را از این خانه کوچانیدند. گلدسته سلیموف در نامش به پرزیدنت می نویسد که این خانه از پدر و مادرش به او میراث مانده بود و شوهر مرحومش در این خانه همچون خانه داماد میزیست. جنیدالله عمروف سال 1988 با دختر خالش گلدسته سلیموف ازدواج کرده بود. جنیدالله عمروف در سالهای جنگ شهروندی یکی از فرماندهان سرایی اتحاد نیروهای مخالفین بود که بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 به صف نیروهای دولتی پیوست و تا به مقام سردار ریاست بازرسی حربی وزارت مدافع و رتبه پلکوونیک رسید. ولی در ماه سپتامبر سال 2015 او به آشوب تحت رهبری معاون وقت وزیر مدافع جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم پیوست و هنگام تعقیب آشوبگران در دره رومیت کشته شد. 23 آگوست سال 2016 کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان ایشان جنید را بعد مرگش در اشتراک در عصیان مسلحانه، کشتار و گروگانگیری و دیگر جنایت‌های سنگین گناهکار دانسته و قرار کرد که منزل او در دهه نیلکان به فایده دولت مصادره کرده شود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان که این منزل می بایست به توازن همین کمیته می گذشت برای کوچاندن اهل عائله ایشان جنید از این خانه به دادگاه مراجعت کرد و با حلنامه سود نویه رودکی از سنه 2 دکامبر سال 2020 دعوای کمیته عاید کوچانیدن عائله عمروف از این منزل بدون دادن منزل استقامتی دیگر قانع کرده شد. گلدسته سلیموف را امر دادند که همراه فرزندان و نبیره‌هایش از آنجا بکوچد. گلدسته سلیموف در نامش به پرزیدنت امامعلی رحمان می نویسد منزل استقامتی واقع در سروغه نویه رودکی جماعت دهات راحتی دهه نیلکان حوله رقم 542
مملکت میروسی من به حساب رفته مرحوم شوهرم عمرов جنیدالله به این منزل یگان حجت حقوق معین کننده نداشت. تنها بروزگی صاحب ملک یعنی مادرم عمرov شربت در دفتر خواجگی جماعت دهات راحتی شوهرم عمرov جنیدالله همچون سردار خواجگی به قید گرفته شده است. هنگام قبول نمودن سند سود سوجه ها به اینابت نگرفتند که طبق طلبات قسم 8 ماده 57 کودکس جمهوری تاجیکستان مال و ملکی که برای محکوم شده و شخصان تحت سرپرستی او قرار داده شده ضرور است مصادره کرده نمی شود. عین زمان یگانه جای زیست ما 8 عضو عائله همین منزل در دهه نیلکان حوالی رقم 542 می باشد. اگر ما رو از این منزل کوچانند دیگر جای زیست نداریم و در کوچه میمونیم. هر شخصی که جنایت صادر کرده است برای کردار صادر نمودش باید در نزد قانون جواب گوید. مرحوم شوهرم عمرov جنیدالله به جنایت دست زده هنگام صادر کردن جنایت به قتل رسانیده شده است، ولی من یا دیگر اعضای عائله‌ام به یگان جنایت دست نزدیم و دائما سیاست عدالت پرورانه شما را جانبداری میکنیم. شکر از آن میکنیم که در سایه دولت شما آرام و آسایشته عمر به سر میبریم و البته باور داریم که شما جناب عالی به ما کمک کرده برای برگردانیدن منزل میروسیمان به عائله ما مساعدت مینمایید. مقامات اسیان حاجی حلیم را کوشش تبادلات دولتی اعلام کرده حزب نهضت اسلامی یکی از تشکل عمده مخالفین را در تشکیل و رهبری آن گوناگور کردند و به این دلیل این حزب را ممنوع و شامل روی خط سیاه سازمان‌های افراطی و تروریستی کردند. رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اولو اساساً در اروپا عمل میکنند این اتهام را رد میکنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 16 می سال 2022 با استناد به سردار بخش کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ناحیه نورآباد از مرگ فاجعه‌ای یک خواننده صنف ده از روستای دیشای ناحیه نورآباد خبر داد که روز جمعه 13 می هنگام ماهیداری در رود وخش غرق شده است. بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده این حادثه بگاهی روز 13 می رخ داده است. دسته جستجویی و نجات کمیته که با دریافت خبر به زودی به جای حادثه رسیده بود تا ساعت 23:20 جسد را جستجو کرد ولی پیدا کردن نتوانست. روز 14 می از صبح کارهای جستجویی از سر گرفته شدند و تخمینا ساعت 13:35 جسد نابالغ را پیدا کردند و از آب بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. سبب فاجعه دقیق معلوم نیست، اما گمان می رود رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری و شناوری نتوانستن مرحوم از سببهای این حادثه باشد. هر سال در تاجیکستان ده ها نفر غرق می شوند. از جمله بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 155 نفر جان باختند که این نظر به 107 نفر در سال 2020 غرق شده 48 نفر یا نزدیک 45% بیشتر می باشد. از این شمار 75 نفرش نابالغانند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت در پیش‌روی آغاز موسم نو آبازی کارمندانش اخیراً در مسجدهای باختر و لیوکند از جمله در مسجد مرکزی به نام حضرت محمد، مسجد جامعی به نام امام اعظم، حاج محمد شریف صاحبزاده و ابوبکر صدیق شهر باختر کارهای تبلیغاتی را برا مانده به نمازگزاران ضرورت رعایت بیچون و چرای قاعده‌های بی‌خطری هنگام آببازی و بی نظارت نگذاشتن کودکان را در ساحل و کول و دریاها فهمانیدند. همچنین در یک مراسم با تنتنه در مسجد جامعی خواجه مستان شهر لیوکند در حضور نمازگزاران به شهروند اشور محمد یوسفوف که روز 2 می 3 طفل خردسال را از غرق شدن در کانال آبگذر دهه نوآباد جماعت دهات وحدت شهر لیوکند نجات داده بود، سپاسنامه ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان سپرده شد. روز 2 می در روز عید رمضان در لیوکند و باختر و ایسار 6 کودک در آب غرق شدند. از این شمار 2 نفرش به هلاکت رسیدند ولی 4 نفر دیگر را خوشبختانه رهگذران توانستند نجات دهند. دادگاه شهر سوواروف ولایت توله روسیه روز 13 می سال 2022 یک باره 8 شهروند تاجیکستان را با جرم غارتگری به مدت از 7 تا 10 سال محکوم به زندان کرد. از مواد پرونده برمی‌آید که این گنگسترهای زاده تاجیکستان اساساً هموطنان خود را غارت می‌کردند. با حکم دادگاه عمروف به 7 سال و 8 ماه زندان، پیرنظروف به 7 سال و 10 ماه زندان، بابایوروف به 8 سال و 8 ماه زندان، جورقلوف به 9 سال و 6 ماه زندان، رحمانوف به 9 سال و 8 ماه زندان، توشمرودوف به 9 سال و 10 ماه زندان، چوتوف به 9 سال و 10 ماه و ارتقلوف به 10 سال زندان محکوم شدند.
بنا به مواد پرونده اعضای این بند گانگسترهای تاجیک اولین حمله خود را شب 8 نوامبر سال 2020 انجام دادند. آنها 5 نفر یک ماشین را اجاره گرفته درون نقاب و در دست دستپوشک به شهرک کتیچهای اکینشنا در محله ماروشینسکای در کنار شهر مسکو آمده از سر دیوار به درون خانه در آمدند. در روی حوله در درون ماشین یک مهاجر تاجیک میخوابید. آنها بر روی آن بیچاره پیستولت مانده طلب کردند که پولایش را برآورده به آنها دهد. آن مهاجر تاجیک نمیگوید و او را به گردنش ضربه زده دستانش را بستند. بعد این آنها در واگنچه را زده شکسته وارد آن شدند و با تهدید سلاح از یک شهروند خطای که در داخل واگنچه میخوابید پول و تلفنش را طلب کردند. آن مرد به آنها 28000 روبل و 2 تلفنش را داد. باز هم زیر تهدید پرول حساب بانکیش را داد. در حساب او 300000 روبل بوده است. برای گرفتن این پول جبر دیده یکی از غارتگران را به بانکمات نزدیکترین در خیابان لنین برده است. در این بین 4 غارتگر دیگر جبر دیده اول را که هموطن خودشان بود به واگنچه در آورده ماشینش را کوفتند و از آنجا 15000 روبل یافته این پول را هم به یغما بردند. غنیمت به دست آورده آنها در آن شب در عموم 406000 روبل را تشکیل داد. دفعه دوم 23 نوامبر همان سال 2020 اعضای این بند الکی 8 نفر شده در 2 ماشین باز هم درون نقاب در دستها دستپوشک در یک خانه در دهه کراسنی میخایلووی نویه سوبوروف ولایت تولا حمله کردند. یکی از آنها با خود پیستولت هم داشت. آنها در این خانه را زده شکسته به پشت صاحب خانه پیستولت ماندند و او را همراه همسرش در یک حجره محکم کرده دستانش را بستند. سپس غارتگران خانه را کوفتند ولی یگان سوم نیافتند. به زن تهدید کردند که پولهایش را دهد. یکی از غارتگران با کارد به شوهر این زن حمله کرد و زن از ترس 20000 روبل را که در سومکه‌اش داشت برآورده به آنها داد. غارتگران سپس زن را بسته از شوهر او طلب کردند که پولهایش را برآورده دهد. تحت فشار و تهدید صاحب خانه به آنها جای پولهایش را گفت و غارتگران از آشخانه 807000 روبل را یافته گرفته از آن خانه فرار کردند. ولی همگی چند روز بعد پلیس با ایز گرم این غارتگران را معاین و دستگیر کرد. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 16 مای سال 2022 خبر داد که پرونده جنایتی مجیدوف حسن کاتب کمیته اداره زمین نویه باباجان غفوروف در پی انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی برای بررسی به دادگاه سپرده است. مجیدوف بر اساس قسم 3 ماده 247 به قلابی با سوء استفاده از مقام خدمتی عیبدار می شود. نظر خود عیبدار شونده و وکیل او دسترس نیست ولی بنا به اطلاع اگنتی مجیدوف حسن دوستیویچ در وظیفه کاتب کمیته اداره زمین نویه باباجان غفوروف کار کرده در دوره فعالیت کاریش با مقصد تصرف کردن مال و ملک غیر و سوء استفاده باوری در خصوص مساعدت نمودن جهت آماده کردن سند انتخاب قطعه زمین برای ساختمان مرکز خدمت رسانی و من بعد جدا کرده دادن آن از شهروند ا در 3 حالت مبلغ 12700 سومونی را طلب کرده گرفته در نتیجه به شهروند ا ضرر جدی مادی رسانیده است. تفصیلات دیگر پرونده آورده نشده است. به مجیدوف حسن بر اساس قسم 3 ماده 247 همچون جزا جریمه به اندازه از 912 تا 1460 نشان دهنده برای حسابها و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران برای زمین فروشی به دست افتاده در اکثر موردها با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص میشوند. فروش قطعه‌های زمین برای ساختن خانه استقامتی و یا انشاءات تجارتی در تاجیکستان به یکی از رشته‌های اصلا فساد زده تبدیل یافته است. تقریبا هفته نیست که درباره بازداشت یگان زمینساز یا کارمند جماعت با اتهام گرفتن پوره در عوض وعده جدا کرده دادن قطعه زمین خبرها به دست میرسند. از جمله اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 11 مای سال 2022 خبر داد که پرونده حبیبالله علاوالدین رئیس جماعت شهرک شهیدان نویه اشت را به دادگاه سپرده است. حبیبالله علاوالدین نورعلیویچ در وظیفه رئیس جماعت شهرک شهیدان نویه اشت کار کرده در دوام فعالیتش با مقصد به دست آوردن درآمد مفت با استفاده از وکالت منصبی برای جدا کرده دادن قطعه زمین نزد اولیگی به مساحت 8 سوتق از شهروند ا مبلغ 10000 سومونی طلب نموده از مبلغ طلب نمودهش 5000 سومونیش را گرفته باز آورده دادن باقی مانده مبلغ 5000 سومونیش را طلب نموده است. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های اپراتیوی تفتیشاتی از جانب
کارمندان اگنتی حبیب‌اللهیف بعد از شهروند گرفتن مبلغ 4000 سومونی دستگیر کرده شد. در رابطه با حالت مذکور نسبت به حبیب‌اللهیف با ماده 247 قسم 2 بندهای و گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی با استفاده از مقام خدمتی که باعث رسانیدن ضرر جدی به شهروند شده است پرونده جنایتی آغاز کرده شد. بر رئیس هم‌اکنون سابق جماعت شهیدان جریمه یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح یکشنبه 15 مای سال 2022 تخمیناً ساعت 08:20 دقیقه راننده ماشین طبقه مرسدس بنز پیروف عبدالستار سال تولدش 1976 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در کوچه ظفر از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گردان خالق و صالحه سال تولدش 1983 و ربیع و گنجینه سال تولدش 2004 ساکنان پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه خالق و صالحه جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نابالغ ربیع و با جراحت جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1128 نفر جراحات جسمانی برداشتند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوحه کوشانیان با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر باختر مراجعت نموده است که 12 مای سال 2022 شخصان نامعلوم با طریق پنهانی وارد جای تعمیرگاه автомاشین واقع در محله حیات نو شده از آنجا 60 عدد بلون، 15 عدد دیسکوی автомاشین و یک عدد بعضی کامراهای مشاهده‌ای را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 21800 سومانی را تشکیل می‌دهد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 26 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوایل به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.